بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم و علی آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، اوجای محترم، من یکی از زیارتگاه مدینه منوره قبرستان شهدای احد، منم دست چپ دیزه قبرستانتون قبرستان شهیدهای احد میگم. من یک کوهی که پشتنده کوه مایدیک کوه رامه میگم. من یک کوهی که دیده استادید کوه کلان کوه احد همین کوه احد. بیاد کوه احد سر میکنم چه احد میگم. از کلمه واحد گرفته شدگی کوه یگانه تا کوه پا خوشنه خودش یکسره درازش تقریبا 7 کیلومتر، برش ادم تا 5 کیلومتر 4 کیلومتر 5 کیلومتر یکسره کوه دراز. برای همین کوه یکتا بدنش و کوه احد میگن کوه یگانه. وزنش تقریبا علماها میگن 64 تریلیارد تن. اگر یک ترازو باشد که برکشد، یعنی تقریبا وزن کردن گوسیان که 64 تریلیارد تن. کوه احد رسول الله صلی الله علیه و سلم اومدن گفتن جبل الاحد نحب و یحب. این کوه احد گفتن ما دوست می‌دارد، ما این کوه هست میکنیم دوست می‌داریم. از دیگه کوه ها چیش که فرق میکنه این کوه؟ سوال کی جواب میده؟ یگانگیش که بازم کلانش و بازم وزنش و بازم گفتن گریدم. یعنی اینجا غزوه احد شدگی بازم اینجا تاریخی واقعه. یعنی از دیگه کوه فرقیت این کوه از دیگه کوه سه که فرق میکنه. من کعبه از دیگه مسجد فرقشه گفته، بوسه فرقشه گفته، قرآن از دیگه کتاب فرقشه، کوه احد از دیگه کوه سه که فرق میکنه. حدیث به اعتباط رسول الله صلی الله علیه و سلم این کوه ما دوست می‌دارد، ما این کوه دوست می‌داریم. این کوه به الله نعمت داد که حسیاتش حس میکند، یعنی دوست می‌دارد. نقض دیدن حسیات داد که مومن‌های این کوه میکند دوست می‌دارد. دیگه کوه سنگ عادی من شما نقض دیدن نمیتواند کو، لیکن این کوه الله هم خیلی حسیات داده که این کوه ما دوست می‌دارد و ما هم این کوه دوست می‌داریم. و این چیز به دلیل روزی از روزها رسول الله صلی الله علیه و سلم همراه ابوبکر صدیق، عثمان و عمر رضی الله عنهما بالای کوه برمان که کوه سشد لرزید. کوه لرزید که یک تا زدن رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن ای کوه آرام شو، بالای تو پیامبر صدیق و دو شهید گفتن. کوه سونه میگن آرام شد، یعنی کوه سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم گوش کرد و آرام شد. یعنی حس کردن نعمتش الله تعالی این کوه پس کردگی دادگی. از دیگه کوه ها فرقیتش حتی بینید این کوه چه علماء ها وزنش چین کردن. حدیث ای از رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن رسول الله میگن کسی که جنازه یک مومن به اشتراک میکند، کسی که جنازه یک مومن به اشتراک میکند، الله یک قیرات برای وی ثواب میتید. گفتن صحابه پرسیدن که ما القیرات ای رسول الله؟ قیرات چه؟ گفتن که قیرات گفتن وزن گفتن همین کوه احد. کسی که جنازه یک مومن به رفته اشتراک میکند، یک همون کوه احد وزنش الله تعالی برای وی ثواب میداده است. و کسی که گفتن دفن خاکپوشی یک مومن به اشتراک میکند، الله برای وی بازم یک قیرات ثواب میدهد. یعنی کسی که یک مومن وفات کند، رفته جنازش به اشتراک میکند، دفنش به خاکپوشی اشتراک میکند، دو تا همون کوه احد وزنش الله تعالی وی به ثواب میداده است. ببینید سبحان الله، ما در جای قرار داریم که هر نمازنده انشاءالله معنا 13-14 روز هر نمازنده جنازه های. زن‌ها هم اشتراک کنید. بعد از نماز فرض سنت خونه خوشبش نکنید. بعد نماز فرض کمتر آیت الکرسی خونده ذکر کرده شنید. الصلاة علی المیت یرحمکم الله گفته صلات جنازه میگم و دنم خیر خبر میتید. 4 تا تکبیر کتی 2 دقیقه 3 دقیقه یک کوه احد ثواب سزاوار میشه. جنازه خوندنش من ایلیک باشی یاد میتین شما خیلی خوندنش زنکو همین چیز یاد گرفته. 13-14 روز هر یک جنازه تصور کنید شما یک روز به 5 تا کوه احد 14 روز انده 13 روز گیدم رها ایلا کنید 13 روز شما چند تا میشد؟ 75 تا می
70 تا 75 تا کوه احد بس 1000 میشد. انکن الله قرآن ده میگه من جاء بالحسنه فله مثل امثال فله عشر امثالها. کسی که یک عمل صالح کرده بیاد الله 10 برابر کرده میتید من شما اجر. شما اگر 70 تا نماز جنازه اشتراک کنید شما تصور کنید که 700 تا نماز جنازه الله شما میتید. شاید اخلاص بنه که بیشتر تید. برای همین این کوه احد فضیلتش. انا که دیم مقصدی که من شما اومدم این کوه هنده غزوه شد، غزوه به نام احد. یکمین غزوه‌ای که تاریخ اسلام داشتین کدام غزوه کی میگو؟ جنگ ما بین مسلمان و کافر شد. جنگی بدر. جنگ بدر انده مسلمان ها غالب شدن، مشرکا خاک به یکسان شدن، نیش شدن. همین انده بعد از علم کده مدینه منوره و 1000 تا لشکر کشیده میبیون. لشکر کشیده میبیون مسلمان ها 10 برابر کم بدن. بینید انا همین طرف انده اون طرف انده مسلمان ها یکسره میبیون. از طرف مدینه اومده مسلمان ها میبیون. این طرف انده مشرکا بدن. این طرف دیده همچنان مشرکا صف کشتگی شتیان. اون طرف انده خالد بن ولید اون اول مسلمان نبود 300 تا لشکر کته میشینه. این طرف انده اکریمه میشیند سر ابو جهل و هم 300 نفر کتی 600 کس هم طرف انده میشینن. رسول الله صلی الله علیه و سلم پیش از جنگ سر شدن جنگ احد با مساگنده اکشن در صحابه هونده منافقا بود. همون منافقا از جنگ ریخته میبرن میگردن مدینه خفا باز میگردن. امنند رسول الله صلی الله علیه و سلم کوه رحمه میگن ادام برمساس علمون کوه به 60 کمانچه های میبرن. 60 کمانچه های برآورده شنونده میگن که کمانچه ها میگن اگر میگن جنگ انده ما غالب شویم دشمن گریزد از دشمن یکچند غنیمه ها موندم میگن اکوه نفر دوید و جنگ انده ما مغلوب شویم. حتی چمچقه اومده گوشتای ما زده چوق کده خرنم اکوه نفر دوید هر دو حالت اندم. خب میگن 60 کس میمونن بسم الله جنگ آغاز میشد. همچنان مسلمان ها شدت که جنگ میکنن، همچنان غیرت که برای الله جنگ میکنن، برای دین الله حمایه کردن، برای خلق مدینه حمایه کردن، برای مسلمان ها حمایه کردن، زن فرزنداشون حمایه کردن. چینی از تحت دل جنگ میکنن که دشمن ها 10 برابر 15 برابر بسیار بود وهم زیر کده آخرش میگریزن خفا میگریزن. همین اندرم بال کوهنگ ها داوده میفرداد. سرکرداشون میگن که ای صحابه ها میگود رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که ما جنگ غالب شوم و دشمن گریزدم مغلوب شوم و خشمچقا گوشتم میخردم نفردید گفتن اطاعت رسول الله کنید گون جنگ انده شد مشرکا گریخ گفته میفردان ها برای غنیمه شده. اکو فرد آمدن بس 300 کسی لونده امکانیت پویدش دادن هم کوه هنگام میشد کسر. خالد بن ولید با پشت کوه میگذرد، اکریمه با این طرف میگذرد یعنی پشت مسلمان ها میگذرن. ایلم اینها با میگردن مسلمان میونگر میکنن. میونگر که همچنان جنگای شدتناک میشد. یکی از اینها عمک رسول الله صلی الله علیه و سلم طرفکششان پشتبان رسول الله صلی الله علیه و سلم امر حمزه سینه‌شون با خنجر زده وحش میکشه یعنی شهید میکنن. و بینید اینجا ده بسیار صحابه ها هم شهید میشن. 70 نفر صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم این جنگ شهید میشن چون که از دو طرف زیر کده میبیون. با سبب اطاعت نکردنشون همه قب مینوس میشد، همه قب گوییم که مغلوبیت میشد، مسلمان ها آزار میکشن. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم در این جنگ کلتک میخورن. سرشان در آهن پوششان بود اومده یک دشمن سرشان میزند این آهن روحای مبارکشان میدراد از روحای مبارکشان خیم میبرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم روحاشان فرخین میشد، دندان مبارکشان همینجا میشکند. شیطان علیه اللعنه آواز میبرد که محمد مرد گفته. برابری شنودن نام محمد مرد صحابه ها گویا که جان خودشان برآمده میشن. تمام قلیچشون از دستشان میغزد، قوتشان میرد. یعنی چون بدون رسول الله صلی الله علیه و سلم حیاتشون زندگیشون تصور نمیکردن. بی نهایت خفه میشن. همین یک چند صحابه ها یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم البته زنده بدن میگریزن. آخر رسول الله گریزوندن میونه کوه گرفته میبرن. میونه کوه گرفته برآمده همچنان رسول الله صلی الله علیه و سلم حمایه میکنن. از جان خودشون نمیترسن. رسول الله حمایه میکنن. حمایه کده بالا کوه گرفته میبرن. همین تای کوه به دشمنا میرد. ابو سفیان اونجا مسلمان نبود برآمده حقارت ها میکند. رسول الله صلی الله علیه و سلم جواب نتید میگو. به حد حقارت ها زاید شود برآمده جواب تید گون حضرت عمر میبرن. الله اکبر میگون. ما جنگ مغلوب شده ما نمیگو.
ما میگون مسلمان ها تا مردن ما جنگ میکنیم، ما هیچ وقت مغلوب نمیشیم. میگون الله ما زنده، الله ما یاردم میکند. میگون همیننده همین خیلی میشد که جنگ خود به خود گوییم که خراب که بس میشد. همیننده رسول الله صلی الله علیه و سلم شمشیرش آمد میگیرن، میگون حق این شمشیر من کی میگیرد؟ میگون ابو دجانه گفته که صحابه میبرد ای رسول الله حق شمشیرتون سیگود تا شکستنش جنگ میکنیم. ابو دجانه برآمده همچنان سیاست کده راه میگردد. رسول الله صلی الله علیه و سلم اسلام انده گفتن روی زمین این خیلی سیاست که رگشتن ممکن نگفتن، لیکن ضد دشمن، ضد کفار، ضد مشرکین برآمده جنگنده همین خیلی رگشتن جایز گفتن کچتون نشان تید گفتن مردم. برآمده ابو دجانه حتی تا قل جنگ کردنش، تا قل شکستنش میگه جنگ کردن. اینجا یک چند زنهای هم جنگنده اشتراک کرده که برای یاره های مردهای بستن، یعنی برای اسلام جان فدا کردگی. همینجا اومده بینید که جنگ آخرش بس میشد، مشرکا میبرن. نصف رهبر رفته خود به خود یادگارش من سوال میتیان که موسیقی کردم میگود دشمن و گریخ میگود مسلمانو ای ما یک چند برابر کم جنگ ما بردم میگود چو همش نکشتم میگود بیوتون گشته میگود ا پیامبر سرکش همش بچی هوشش که خرم میکنه ازگه گشته میبیون هموننده یک الچی میبیون میگود که ای مسلمانو گریستون ترستون که برای شما کشتن دشمن ازگه اومسوس میگود. برای همه بعض علما میگن که جنگنده مسلمان ها مغلوب شدگی، بعضی میگن که نه مغلوب شدگی نه. سبب مغلوب شدگی نه گفتنشون اینجا ده مسلمان ها خبر بیاد ترسیدگوشون نمیگود، ترسیده و هم از ارکاکش نه برات میگو کج گرفتن که حسبنا الله و نعم الوکیل گفتن. الله گفتن ما کفایه میکند خودش، الله ما یاردم میکند، بهترین وکیل ما الله گفتن ما تا مردن ما جنگ میکنیم. برای همین مسلمان ها مغلوب شدگی نمیگون، همین دشمن سیشن اومده با خودشون گشته میبرن جنگ همین که بس میشه. لکن از این تاریخ فایده هایی که من شما میگیرم اینجا بینید که یعنی صحابه ها برای دین الله، برای حمایت رسول الله صلی الله علیه و سلم بر اومده اینجا نه هم باشون مالاشون کردی جاناشون کردی حمایت کردن. منافقا اینجا جدا شد، یک چند منافقا یک چند صد تا خفا گشته برفتن اینجا ده همه بینید، همه جانده بینید خودش مسلمان ناز، خودش مومن، خودش بهترین انسان میکند. انا میخوای حالتون ده کمتر مصیبت داده، کمتر وقتی جنگ ده کمتر حالتون یرگ درد داده الله کی حقیقی مومن کی منافق الله جدا کرده میگه است. و سوم فایده ای که کلانی که ما میگیریم، من همین اون سفر حجام سوال دادم ندانستم. من همین کوه احد به برآمده کوه رحمنده چند تا کمانچه بدن 60 تا 50 تا آشان فرد آمدن. همون نام صحابه های فرد آمگی کی میدوند؟ کی میگو؟ کسی که گفت یک تا موشنه پدر که میکنه. ماشاءالله این ایش که نمیدوند. این ایلی باشه و علامت چی نگه موشنه پدر که میکنه. چون که ایش که نمیدوند اون جنده. چون نمیدوند؟ کی میگو؟ چون نمیدوند همین یگون علما ها نمیدوند. چون نمیدوند گوید چه همینه؟ ماشاءالله صحابه سوچکچی نبگه ما بوی بر اومده دمن ابرار فلانچه فرد اومد گریخته بر اومد گفته رسول الله نکد نگفتن. حتی همون آدمای همونجا شهید شده و هم فرد اومد زنهای خودشون فرزندای خودشون هم نمیدونن. همون جنگ صحابه ها رفته اونجا نگفتن، خونشون زن دمن ابرار شرمنده کرد فلانچه گفته نگفتن. خیلی کوره صحابه ها یعنی مسلمان دیمک سوچکچی نمیشد، غیبتچی نمیشد، گپ فرش نمیشد، نو شیباز نمیگود مسلمان. صحابه اگر میبد میگفتن همین نوشت اینجا اطاعت نکردن. انا که یکی از فایده هایی که ما میگیریم الله قرآن میگود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، الله اطاعت کنید پیغمبر اطاعت کنید. با سبب پیغمبر به اطاعت نکردن بینه که یک چند ذرهش 70 نفر شهید شد. جنگنده چقدر ضرر دیدن نوشت مشرکا گرفته برفت سر. انا که امروز بینید ما یک روز به چند بار اطاعت رسول الله نکسیم، چند سنت ها به پرایم سنت گفته باگ استیا فردو میکنم پیر شوام میکنم سونه میکنم از تور نمیاد مردم سه میگود. این مردم آخرای سه میگود میدونید خیریت مرد میگود شما گربه بردت خم میکند میگود که مردگش نقشت خلاص شده میگود بعد مردنتون هم میجخد این مردم. برای همه شما من شما باید کی پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم شو، پیرو صحابه ها شو. ما الله سه میگود که سوال ما به عزت کنجته کن، مردم سه میگود مردم یگوار هیچ وقت درباره شما گپ نغز نمیگود. کدام حالت کم بغل شوید مخوب شد میگود، بای شوید یک کار حرام کسوس حرام خور میگود، خول شوید ترسان چک میگود، گنده شوید بیزاره حرام خور افلاس میگود.
بینید همه حالتنده. برای همین هیچ وقت شما مردم سمیگود الله سمیگود گفتم بنده باید الله روزگش با رحمت الله با شفاعت رسول الله صلی الله علیه و سلم با ارزه کده زندگی کردن شکر مومن میگه. و بینید بعد از این همه یون کوه با شهیدای برده گور کردن. بینید قرآن خونه قرآن دربارش حال صحبت کردم. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن اول قرآن بیشتر میدونسته گوی گور کنید گفتن یک کم با. بینید قرآن خونه بینید دنیا اندم عزیز کد الله آخرت اندم عزیز. مناظر خوره بینید کدام دست سرخور رواد بالونده خورکه بالاشی نی خواهید نخواهید هم دیگه یا دوملو بالاشی نی مسجد رواد دوملو پیش بگذارید نماز ما خونده تید قرائت کرده تید قبر اندم رسول الله صلی الله علیه و یکم گور کردن روز قیامت هم الله میگه که قاری خون تلاوت کن قرآن خوند گوجه کنه بس کنی مرتبه جنت نه بلند شده رفته هم میگه آخرین جایی تو قرآن بس کردم همونجا منزل تو میشه. خوره های قرآن پدر مادر به روز قیامت تاج طلایی میپوشونن.